در ناحیه میرسید علی حمدانی تا امروز در میدان 5527 گکتار کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی گذرانده شده است که 269 گکتار آن را سبزوات و 156 گکتار میدان کشتی پیازی بروقتی تشکیل می‌دهد. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشیدی نادرخان. در نویه میر سید علی حمدانی جمع‌آوری حاصل سبزوات کشتی تکراری ادامه دارد. موافق دورنما امسال کشاورزان نویه برای ثمرناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کرم آبی و فراوانی بازار استعمالی پس از جمع‌آوری غله و دیگر نانگوی زراعت‌ها در میدان 499 گکتار کشتی تکراری سبزوات گذرانیده تا امروز از هر یک گکتار آن به حساب میانه 237 سنتنری حاصل به دست آوردند. در اینجا کشتی کرم گذرانیده شده است. حاصل نوکی کشتی کرم قریب 300 سنتنری را تشکیل می‌کند. در نویه کشتی تیرماهی و بروقتی زراعت‌های کشاورزی در مرحله انجامیابی قرار دارد. تا امروز کشاورزان با استفاده از باد و هوای مساعد در میدان عمومی 5527 گکتار از جمله 269 گکتار سبزوات، 156 گکتار پیاز، 85 گکتار کارتوشکا و 5017 گکتار دیگر نانگوی زراعت‌ها کشت نمودند. در کооپراتیو استحصالی خاکسار جماعت دولت چوبک هر سال اهل زحمت از کشت پیاز حاصل فراوان به دست آورده از این حساب پیشرفت دیگر بخش‌های ساحه بخصوص پختکاری را در خواجگی تامین می‌نمایند. موافق دورنمای پیشنهاد گردیده در میدان 310 گکتار باید در نویه کشتی پیاز گرانده شود که از این در میدان 200 گکتار باید در کشتی بروقتی و تیرماهی پیاز گذرانده شده باشد و تا امروز در میدان 156 گکتار علاقه کشتی پیاز بروقتی و تیرماهی گذرانده شده است و نگاهبین و پرورش پیاز خوب می باشد و کشتی پیاز نسبت به همین دوره سال گذشته در میدان 10 گکتار علاقه زیاد می باشد. در این دهات نویه برای استحصال سبزوات بروقتی میدان گرمخانه‌ها نیز زیاد کرده می شود. عین حال در همه شکل‌های خواجگیداری جماعت دهات مذکور میدان عمومی گرمخانه‌ها 1 گکتار و 301 زمین را تشکیل می‌دهد که ساکنان در مساحت بیشتر این گرمخانه‌ها لیمو پروری را براه ماندند. در این گرمخانه که در قطعه نزد حولگی ساخته شده است 20 بیخ نهال لیمو پرورش کرده می شود. به اندیشه این ساکن دهات تا امروز از مساحت 101 زمین این گرمخانه بیش از 3000 سومانی درآمد به دست آورده است و بعد پورا جمع‌آوری کردن حاصل نشان داد به 7000 سومانی برابر خواهد شد. با این مقصد طبق نقشه شورابینی ریاست اداره کشاورزی برای باز هم بلند برداشتن سطح نیکوحوالی جامعه و براه ماندن صادرات لیمو باید آینده میدان چنین گرمخانه‌ها در هر یک دهات زیاد کرده شود.